در خوجگی‌های دهقانی و زمین‌های یاری‌رسانی اهالی جماعت‌های دهات شهر ترسونزاده رفت یخابمانی زیر نظارت دائمی قرار داده شده است. در همه خوجگی‌های خرد و میانه شهر کار شبانه روزی تشکیل کرده شده با استفاده از منبع‌های آب به زمین‌های کش یخابمانی، شورشویی و درآوردن پاروی محلی ادامه دارد. باید گفت که این تدبیرها برای یافتن حاصل دلخواه از زراعت کشت تیرماهی و آمادگی به کشت بهاری مساعدت می‌کند. پس آمدن باد و هوا به بارش بودنش، خشک آمدنش مردم ما برای گرفتن حاصل‌های بلند من حاضر آبمانی سر کردم. من الکی دهخانه‌های ما دویم بار من آبی برای زراعت گرد سادن با تاکزارها با درختان دانکدار همش یک بار دو بار آب گرفتیم. برای زراندن کارهای اگرتکنیکی دهقانای ما کوشش میکنه که امسال باد و هوا خشک آمدنش یا حاصلهای دلخواه گیرد. با نامساعد آمدن فصل زمستان و کمبارش شدن هوا در مملکت تمام خوجگی‌های خرد و میانه زمین‌های کشت تیرماهی از جمله گندم، پیاز، جو و دیگر نمود سبزوات پالایزی را آبیاری می‌نمایند. از روی مصلحت‌های متخصصان یخابمانی در این شب و روز به نشونمای سبزوات، نگهداری نمی زمین و دیرتر بیدار شدن درختان مساعدت نموده است. امسال که در فصل زمستان باد و هوا بسیار گرم و خشک آمد، ما دهقانان از این راه افتاده نمی‌شویم. چقدر که می‌بینید به همه زمین‌های کش یخاب مانده ایستاده‌ایم. اگر سری وقت زمین‌های کش و باغ‌ها را یخاب مانیم، آب نمی زمین را نگاه دارد، ما از حاصل خوب امید کرده می‌توانیم. همین را میگویم که ما دهقانان همیشه کوشش میکنیم در تامین امنیت عضوخواری کشور سهمگذار باشیم. این حال کارهای اگرتکنیکی و آبیاری زمین‌ها در همه خوجگی‌های خرد و میانه جماعت و دهات شهر ترسونزاده متشکلانه جریان دارد. در شهر ترسونزاده زیاده از 3000 خوجگی دهقانی فعالیت میکنند. خیلی که ما دیدیم با سبب نامساعد آمدن باد و هوا در همه خوجگی‌های دهقانی یخاب میمونه که سبب یخابمانی ما اینکه نمناک شدن زمین و بر وقت بیدار نشدن درختان. مقصد هر یک دهقان که یک حاصل خوب گیرند. از همین لحاظ در همه زمین‌ها یخابمانی جریان دارد. اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در شهر همروزه برای تامین و نگاهبین و استفاده برای شبکه‌های آبیاری و انشاءات گیدراتکنیکی تازه نمودن نهرها و زهبور و زهکش‌ها در مجموعه برای آبیاری نمودن زمین آبی خدمت می‌رساند.